سلام علیکم برادرای عزیز. در ناحیه حمدانی قرار داریم. برنگ محلی های آبادی همین مکان تنگ دل خشفق عاقبت با خیر جان با سلامت پروردگار عادت خود طلب داریم. همین خاندانه همین دل نوجوانی که زن و شوهر میشوند کوشه پیر کنند، صاحب فرزند کنند، خدمتگار پدر مادر خسر خشتمان کنند. چی حواس پدر مادر و خسر خشتمان دارند حواس ارمانشون ادا کنند. آمین برحمت کنند. اول نام که رسول خدا را بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا عاقبت کار ما با خیر جامعه. رسول خدا وقتی که یک دو سفر میکرد در برش یک کارچچه مای در دوست میونش بستگی این با جایی که برم یکم جا در قضای حاجت کنم اگر مبادا که چکلای با کوچم برسم. بعد هم یک دادرم که مانده شید و یک درخت در رفت مسافر بود. ما ول تکیه کرد که خوابینکیش بود. یک جهوسی بود بالا پرچارون بود. بعد دید که رسول خدا حالا خوابش بوده ایستست آمد و کارچه را گرفت و گفت که من رسول خدا را گردنشم میبرم. یکی خداوند شنوید. بعد پروردگارم گفته درخت همین شاخت قطعی بزد که حبیبی مرا میکشه جهود. بعد جلو همین درخت همین شاخش قطعی زد جهود تا غلطید و بعد جهود خیلی گفت که یا رسول خدا گوشتین میگیرم کسی را که زورور دین دم نزام. بعد با خداوند مناجات کرد. رسول خدا پروردگار می بود بالا را ما چکارش کنم. گفت همین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بگو مطرح قوتی میتم که درخت برای شمه کرد. همین بسم الله الرحمن الرحیم گفت که خود کرد جود تزد جود دستاش بالا کرد کلمه شا گفت در دین ما در اینه گوشتی رسول خدا.
رنگ ما قشلقی نیستی برای همون ده نمیگوی؟ چی میگوی داره؟ اوتا میگوی؟ چی نم داری؟ علی جان بچه شهری ها؟ ما بچه یالا. تو چی میگوی؟ ده میگوی اوتا؟ ده میگه ولی ایوله هم؟ من اینو شما ده یا غزگت دکلو ما بچه یالی شدم یولی شده هم؟ ما کلوبی شدم تو دیگه اینجا اوسا ده بگو فهمیدی؟ من آه مطمئن بود ده بگو ما میشه بسم الله الرحمن الرحیم. آشپزی نمدار دهه یار در دهه تک نمک یک دفعه اگر که آشپز دهه ما شما اگر خورده باشین یا که بخورین فقط آرزو میکنید که اوشوی استخوان بخورین. بعد نی مادر دستی کو گوشپاره از گوشپاره که در همونجا بده اینمی زنده بودن یا زنده همون گوشپاره شگرونه شده کفته آمدن شخصی که بفاره ثواب بگیره از خانه خودش سر میکنه ثواب با فرزندان میره محبت خوب داره با زن داره با همسایه داره باز قشلاق داره و یک مرکه داره سخنی خوب بیان